اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز سه شنبه. تر محکمه میگوید در جریان سال 1401 خورشیدی 134249 دوسیه از سوی محاکم ابتدایه، مرافعه و تمیز حل و فصل شده است. به گفته مسئولین از این میان 10520 دوسیه آن مربوط به حقوق زنان و 4492 دوسیه آن مربوط به مواد مخدر می باشد. در ولایت قندهار از سوی شرکت سهامی 71 سرمایه گذار به ارزش 50 میلیون دلار امریکایی کمپانی تولید دواسازی سنوفارما افتتاح گردید. ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در محفل افتتاحیه کارخانه تولید دواسازی سنوفارما در قندهار گفت آزادی اقتصادی کشور مسئولیت و وظیفه سرمایه گذاران است تا اقتصاد کشور متکی به خود شود. وی افزود با ساخت کارخانه ها و شرکت ها وضعیت اقتصادی بهبود می‌یابد و کشور به خودکفایی می‌رسد. اتاق عملیات خانه لپراسکوپی شفاخانه ملالای توسط دکتر قلندر عباد وزیر صحت عامه افتتاح شد. پلیس حوزه سوم قماندانی امنیه کابل یک سارق ماهر را دستگیر کرد. این فرد در برخی از شفاخانه های شهر کابل از تعدادی از هموطنان 2700 دلار امریکایی و 229000 افغانی را به گونه فریبکاری اخذ نموده بود که بعد از اطلاع به نیروهای امنیتی پلیس شخص متذکر دستگیر گردید. ریاست عمومی پاسپورت میگوید آن دسته از مهاجرینی که پاسپورت آنها منقضی شده و دارای اقامت و ویزای کشورهای خارجی هستند که اعتبار آنها منقضی نشده است می توانند در هر زمان و بدون نوبت و ممانعت از اداره مذکور پاسپورت دریافت کنند.